بعد از نشر امین از هر طرف برایم گاه زنگ می آمد و اینکه در بازار و در کوچه و در کابل بله من که میایم ضیافتری جای مرا میشناسند و همراهیم بسیار صمیمیت نشان میدن. امی آهنگم از امو ساخته های خودم است و شعر مولانا را در قالبش انداختم و میبینم که چگونه اجرا میکنم و آرزو میکنم که درست‌تر بتونم اجرا بکنم. چه تکبیر مسلمانان که من خود را نمیدانم، چه تکبیر مسلمانان که من خود را نمیدانم. نترسا یهودم من، نگبرم نه مسلمانم. نترسا یهودم من، نگبرم نه مسلمانم. الو ای شمس تبریزی، چرا هستی در این عالم؟ چرا هستی در این عالم؟ الو ای شمس تبریزی، چرا هستی در این عالم؟ چرا هستی مستی و مدهوشی نباشد چه سامانم؟ چه تدبیر مسلمانم که من خود را نمیدانم. نترسا یهودم من، نگبرم نه جان نازنین. نام خدا میگه فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. تو با امی دو آهنگی که اجرا کردی دی دو برنامه نه تنها نام خود و پدر بلکه نام پامیر و بدخشان بلند ساختی. من افتخار میکنم به وجود خودت. زنده باش داود جان، راستی فوق العاده. اید نمیفهمی که من اقدر لذت میبرم از این اینسترومنتی که چقدر قدیمی است و چقدر برای ما بسیار عزت داره و ای که شما با او مقبولی می نوازن و با او مقبولی می خوانن و شعرهایی که شما انتخاب میکنن و اشعار و او به چی زیبایی شما او را چی میگن تلفظ میکنن و او را نوازش میتن، بسیار مقبول، بسیار زیاد. تشکر. ما فکر میکنم در موسیقی بومی افغانستان بخصوص موسیقی پامیر و بدخشان بسیار یکی از موضوعات مهمش موضوع اشعار است که اشعار تصوفی عرفانی و خود سبک آهنگای مدیحه سرایی و این مسائل در ریشه موسیقی بدخشان ما است و نه تنها نام پامیر بدخشان بلکه نام افغانستان، نام همین حوزه فرنگی را در سطح دنیا بلند میسازی. خودت تشکر استاد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تشکر زیاد. یک چکچک بلند برای